به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سرطان خون یا لیوکمیا در این مرض حجرات نرمال خون یعنی کرویات سفید خون و کرویات سرخ خون و صفحات دمویه همه مصاب سرطان می گردند. از باعث اینکه حجرات سرطانی در مغز استخوان‌ها رشد می نماید و بعداً داخل دوران خون گردیده باعث تکثر و انتشار می گردند، در نتیجه مغز استخوان به صورت غیر عادی مقدار زیاد سلولهای خونی را تولید می نماید. دوستان عزیز سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای معلوماتی ایمان در یوتیوب چینل دکتر علیشای جوانشیر خوش آمدید. دوستان عزیز، قبل ادامه این ویدیو یوتیوب چینل دکتر علیشای جوانشیر را سابسکرایب نموده و آیکن نوتیفیکیشن را فعال نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای معلوماتی و طبی ایمان با خبر شوید. این نوع سلولهای خونی با سلولهای خونی نرمال و عادی بسیار متفاوت می باشند. به عبارت دیگر، لیوسیمی یعنی افزایش سلولهای نارس و غیر طبیعی در مغز استخوان و خون می باشند که از باعث موجودیت آنها مغز استخوان توانایی تولید سلولهای طبیعی قبلی خود را از دست می دهند که در نتیجه میزان سلولهای سالم در داخل خون کاهش می نمایند. این سلولهای غیر طبیعی در خون شروع به رشد غیر قابل کنترل نموده و موجب اختلال در عملکرد طبیعی در وجود می گردد. چون مرض لوسیمی یک مرض بدخیم اعضای خونساز در بدن است و یک سرطان شایع در بدن بوده که سیستم مغز استخوان‌ها و سیستم لنفاوی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند که در نتیجه وظایف گلوبول‌های سرخ خون که وظیفه اکسیژن رسانی به بافت‌های بدن را دارد و پلاکت‌های خونی که از لخته شدن خون جلوگیری می‌نمایند در وظایف نرمال آنها اثر نهایت خراب و منفی را به وجود می‌آورد. روی همین علت می باشد که در تمام انواع لوسیمی ها مریضان مصاب کم خون می باشند و اختلال انعقاد خون نزدشان موجود می باشد. علائم و نشانه های سرطان خون. علائم و نشانه ها به نوع سرطان ارتباط مستقیم دارد، زیرا در شکل حاد و مزمن از همدیگر فرق می کند. علائم عمومی آنها عبارتند از کاهش ناگهانی وزن بدن، عرق زیاد شبانه، بی‌اشتهایی، خستگی، ضعف عمومی، تورم غدوات لنفاوی، دردهای استخوان، کمخونی، خونریزی لثه‌ها و خونبینی‌های متکرر، مبتلا شدن به امراض عفونی، نفس‌تنگی، سرگیجی، احساس سرماخوردگی و بزرگی کبد و طحال، لکه‌های سرخ در زیر پوست و درد در قفس سینه را می‌توان یادآور شویم. در نوع سرطان مزمن نزد کهنسالان خون از حالت نرمال خون کرده غلیظ‌تر شده و گاهی سبب سکته‌های مغزی می‌گردد. ضمناً سطح کلسیم در خونشان بلندتر بوده و نارسایی‌های کلیوی و عفونت‌های شدید نزد آنها به مشاهده می‌رسد. انواع سرطان خون. سرطان خون به 4 نوع طبقه بندی شده است. 1. سرطان لوسیمی حاد لنفوئیدی. 2. لوسیمی حاد میلوئیدی. 3. لوسیمی مزمن لنفوئیدی و 4. لوسیمی مزمن میلوئیدی که هر نوع آن به ذات خود یک بخش مهم طبی را تشکیل داده است. نوت: درباره علت اصلی سرطان خون تاکنون به طور مشخص کدام معلومات به دسترس ما نمی باشد و عقیده بر این است که این مرض از ترکیب یک سلسله عوامل محیطی و ژنتیکی به وجود آمده و این عوامل عبارتند از مواد شیمیایی و سمی، قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش، تأثیر مواد هسته‌ای، آلودگی هوا و در جمله عوامل محیطی. در ژاپن وقایع آن بعد از بم اتمی در هیروشیما زیادتر دیده شده و بر علاوه سیگارت، الکل، امراض ویروسی، سوابق ارثی فامیلی را میتوان یادآور شویم. سرطان خون به صورت عموم شکل حاد آن در نزد اطفال بیشتر نسبت به شکل مزمن آن که در نزد کهنسالان به مشاهده رسیده وجود دارد. فعلا در کشور آمریکا سرطان خون اطفال در حدود 80% بوده و ضمناً قابل تداوی می باشد چون شکل حاد آن است. اگر تداوی و تشخیص در مراحل اولیه صورت بگیرد واقعات مرگ و میر خیلی نادر می باشد. در قسمت تداوی سرطان خون امروز از روش‌های ذیل کار گرفته می شود: رادیوتراپی، شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان و پیوند سلولهای بنیادی. در پهلوی این متدهای تداوی کاهش وزن، فعالیت‌های یومیه منظم و تشخیص به موقع درست و عاجل خصوصا در نوع حاد آن
تقریبا واقعات مرگومیر را تا اندازه محدود ساخته و البته رژیم غذایی طبی نیز در این مورد ذی دخل می باشد.